در اخیر برنامه این شب پای صحبت‌های می‌نشینیم که یاد و خاطره رهبر و پدر ما را برای ما بیان می‌دارد. پای همراه و همگام و همراز رهبر شهید ما، استاد سخن استاد عزیزالله شفق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله على الله وبعد قال الله في كتابه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. خواهران، برادران، محفل و یاد شهید بزرگ مزاری عزیز و محبوب دایم شد. ممنونم از برادرانی که فرصت و امکان این دیدار را به وجود آوردند. خواست این گرد همایی بتوانیم انشاءالله استفاده های خوبی ببریم. من به دو دلیل یک کمی سرگردانم. دلیل اول و غیر عمده‌اش این است که شانس مرا همیشه به آخر محفل می اندازد. لحظه ای که مردم خسته می شوند و طبعا آدم خسته مثل من خسته ها را چگونه بتواند از خستگی بیرون بیاید. مسئله دوم که مهمتر است، واقعا من سرگردانم که بعد از این عزیزان من چه میتوانم بگویم. جناب سفیر در رابطه با عدالت خواهی مزاری صحبت کرد و جناب آقای جاوید مبلغ جوان پرشور در رابطه با قهرمان، نقش قهرمان و مزاری به عنوان قهرمان مردم ما مباحث زیبایی را عنوان کرد. و برادرم جناب آقای حمیدی که در افق مبلغین ما انصافاً تک‌ستاره هست، ما را تا اوجها بال در بال فرشتگان الهی تا کوی عرفان مزاری و خودشناسی و خودیابی به حرکت آورد. حال من منده‌ام بینی موجود گردابی چنین دل کجا داند حال ما سبکباران ساحل‌ها. به هر حال من با این عرایض خواستم بگویم که متاع قابل ارائه‌ای ندارم
من همان انبار کهنه و متروک و مهجور خاطراتم بس. حال از این در شکسته چه بیرون میزند خدا میداند. فقط میخواهم احساسم رو در رابطه با مزاری بزرگ که خواهم گفت مزاری همچنان نیاز اصلی جدی و حیاتی ماست صحبت خواهم. در سمیناری که برادرم جناب آقای جاوید با همکارانش در ادلید گرفته بود، من اونجا به عرض رساندم که ما یک مزاری نداریم. چرا این حرف رو میگویم؟ برای آنکه از کلیگویی و ابهام زیاد خوشم نمیآید، نفرت دارم. میخواهم سخن روشن و برجسته ادا شود. ما یک مزاری نداریم. مزاری داریم به عنوان پسر حاج خداداد از نانوای چهارکن. مزاری داریم طلبه‌ای در مدرسه چهارکن. مزاری داریم به عنوان یک طلبه جوان و پرشور در حوزه علمیه مزار شریف که ماجراهای زیبایی در دفاع از طلاب فقیر و مظلوم و درگیری‌هایش با ارتجاع مذهبی قرار دارد. مزاری داریم به عنوان یک محصل در حوزه علمیه قم که با رنج یک طلبه خارجی مهاجر در اونجا مشغول درس و تحصیل است. پس از آن مزاری داریم که در جهاد و مقاومت بیشتر فرهنگی که در اون زمان بین مسلمین و غیر مسلمین در گرفته بود ادای وظیفه و انجام وظیفه می کند. هر کدام اینها یک شخصیت جدا از مزاری می سازد و بالاخره مزاری به عنوان یک مجاهد بر ضد حکومت مارکسیستی که ناشیانه به مقدسات مردم تهاجم بردند و سرانجام مزاری به عنوان یک مجاهد برجسته در برابر نیروهای اشغالگر روسی در هر کدام از این برش‌ها مزاری کس دیگر است، شخصیت دیگر است. او مانند خیلی ها در جا نزده، متصل در حال تحول شخصیت است و به همین ترتیب شخصیتش رو به کمال می رود. هر کدام اینها مزاری هست که باید سر جای خودش از او صحبت شود. اما مزاری که بلند آوازه شد، مزاری که ما در اینجا، در ملبورن، در ادلاید، در پرت، در برزبین، در سر تا سر اروپا، در کشورهای عربی، در نمیدانم جنوب شرق آسیا، در منطقه خاورمیانه، در آمریکا و کانادا، در همه جا از نمیدانم 14 مارس و بعد تا به امروز و امشب غوغای توسط این مردم برپاست. این مزاری غیر از همه اون مزاری هاست. این مزاری است که به دنبال بیرون رفتن روس‌ها، تقابل بین مجاهدین و دولت نجیب در کابل از شرایط بیرون در داخل افغانستان می آید. ما این برش آخر زندگی مزاری را مورد نظر قرار می دهیم و مزاری که ما از او